یه خانم معلمیه که سر کلاس داره فعل مجهول درس میده و مواجهش با یکی از دانش آموزاش و ماجرای فاصله طبقاتی، فقر و البته فقر اقتصادی و فقر فرهنگی ادامه این بحثه. بچه ها صبحتان بخیر. سلام. درس امروز فعل مجهول است. فعل مجهول چیست؟ میدانید؟ نسبت فعل ما به مفعول است. ساعتی داد آن سخن دادم، حق گفتار را ادا کردم. تازه اعجاز خود شوم آگاه، ژاله را زان میان صدا کردم. ژاله از درس من چه فهمیدی؟ پاسخ من سکوت بود و سکوت. ده جوابم بده، کجا بودی؟ رفته بودی به عالم هپروت؟ خنده دختران و غرش من ریخت بر فرق ژاله چون باران. لیک او بود غرق حیرت خویش، غافل از اوستاد و از یاران. خشمگین انتقام جو گفتم، بچه ها گوش ژاله سنگین است. دختری طعنه زد که نه خانوم، درس در گوش ژاله یاسین است. آنچه در آن نگاه می‌خواندم قصه قصه بود و حرمان بود. ناله‌ای کرد و در سخن آمد با صدایی که سخت لرزان بود. فعل مجهول فعل آن پدری است که دلم را ز درد پرخون کرد. خواهرم را به مشت و سیلی کوفت، مادرم را ز خانه بیرون کرد. شب دوش از گرسنگی تا صبح خواهر شیرخوار من نالید. سوخت در تاب تب برادر من، تا سحر در کنار من نالید. در غم آن دو تن دو دیده من، این یکی اشک بود و آن خون بود. مادرم را دگر نمیدانم که کجا رفت و حال او چون بود. گفت و نالید و آنچه باقی ماند حق حق گریه بود و ناله او. شسته میشد به قطره های سرشک چهره همچو برگ لاله او. ناله من به ناله‌اش آمیخت که غلط بود آنچه من گفتم. درس امروز قصه غم توست، تو بگو من چرا سخن گفتم. فعل مجهول فعل آن پدری است که تو را بی گناه می سوزد. آن حریق هوس بود که در او مادری بی پناه می سوزد.